من یه چیزی براتون بگم تا و یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم. در سال 88 2009 4مین روزی که مردم اومدن تو خیابون، اینی که دارم بهتون میگم خبر بسیار دقیقه، یک مولای درزاش نمیره، خبر دقیق دارم بهتون میگم. در صحن دانشکده افسری هلیکوپتری آماده شد. آقای خامنه‌ای قرار شد برن سوار هلیکوپتر بشن و برن فرودگاه پیام. در فرودگاه پیام هواپیما آماده برای اینکه ایشون پرواز کنن به مسکو. تمام ترتیبات هم با پوتین داده شده بود. آقای خامنه‌ای داشتن میرفتن، چون علیرغم هارتوپورتی که کرده بودن، پیش بینیشون این بود که فردا 4 میلیون به خیابون میان و میان به طرف چهارراه آذربایجان. سپاه گفته بود میزنیم میکشیم، ولی آقا دل ماندن رو نداشت و با پوتین تماس گرفتن. سفیر جمهوری اسلامی خبر داد. ظاهر قضیه هم اینجوری میکردن که آقا برای معالجه، مثل شاه که رفت، آقا هم برای معالجه میرن مسکو. این برنامه‌شون بود. چه چیزی آقای خامنه‌ای رو نگه داشت که در این مورد من یکی از آقای اوباما نمیگذرم و مطمئنم ملت ایران هم نمیگذره. درست همون شب نامه اوباما اومد. خیلی حرفها، تمام ترتیبات چیده شده بود. آقای پوتین منتظر بود. برای اقامت آقای خامنه‌ای کاخی رو در نظر گرفته بودن که ایشون برن اونجا ظاهرا به قصد معالجه. و وقتی هم ایشون میرفتن، مهندس موسوی اختیار رو میگرفت به دستش و اعلام انحلال مجلس خبرگان رو میکرد. یه شورا درست میکردن و شورای رهبری که رفسنجانی و خاتمی و چند نفر اینا توش بودن و این برنامه‌ای بود که داشتن. اینی که اینا میگن قصد براندازی داشتن، برنامه این بود. آقای خامنه‌ای هم در حال رفتن. نامه اوباما اومد دست ایشون. اوباما به ایشون اطمینان خاطر داد که من باراک حسین اوباما شما رو به عنوان رهبر ایران قبول دارم. بلا فاصله بعد از آمدن نامه سفر لغو شد. دستور قلع و قمع شدید و سرکوب صادر شد. اگه یادتون باشه روز بعد وحشی ها به اون گونه مردم رو قلع و قمع کردن، از بالای تشکیلات، اون مال ژاندارمری بود یا مال پلیس بود، تیراندازی مستقیم به مردم میکردن. از فردا شروع کردن، ندا رو کشتن، بچه ها رو تو کهریزک تجاوز کردن بهشون، تو خیابون ماشینا از رو مردم رد شد. اینا همه مال فردای نامه پرزیدنت باراک حسین اوباما بود.